دختر مسلمان با حجاب با آرامش خاصی و با رعایت حجاب شرعی بیرون میاد و هدف و مقصد مهم و واضحی تو زندگی داره که برای رسیدن به اون تلاش میکنه، نه اینکه زیباییش رو در معرض دید مردان هوس‌باز و غیره بذاره. حجاب فریضه الله متعاله که برای بانوان مسلمان فرض کرده و ما با رعایت اون از الله مهربان و حکیم پاداش میگیریم. فراموش نکنیم بهش در میان سختی ها پنهان شده و کنار گذاشتن حجاب گناه و ترک یکی از فرایض الله سبحانه. بله، شاید توی دختر مسلمان در جامعه‌ای که زندگی میکنی یا هم در بین فامیل و نزدیکانت به خاطر حجابت غریب و انگشت‌نما باشی، اما فراموش نکن که جای غریبان تو بهشته. درسته که هر نفسی خواسته ها و کشش هایی داره، اما اگه فرد اونها رو کنترل نکنه، فرد رو گرفتار خشم و غضب الله میکنه. رستگار شد آنکه نفسش را پاک کرد و زیان کرد آنکه در اصلاحش بی توجه بود. و این سختیایی که با اونها روبرو هستی به کمک و فضل الله بعد از مدتی به آسونی تبدیل میشه. چقدر سخته به خاطر نماز صبح از خواب شیرین بیدار میشی یا تو روزای گرم تابستون روزه میگیری، اما چون به خاطر الله هست آسون میشه. حجاب دستور الله و نیاز فطرت انسانیه و در واقع اینا در تلاش اینن که با خلع حجاب و کنار گذاشتن اون زنان مسلمان رو از فطرت انسانی دور بکنن. و در پایان باید بگم تقوا عورت دل رو میپوشونه و حجاب عورت بدن رو. در پناه الله باشید.